سلام. در این ویدیو در خواستم در مورد بحث گپ کنم به اسم لاگ. از هیمنم و پلیلیست آموزش داتاکور از 0 تا 100 به پیشترنه این ویدیو در خواستم در مورد بحث لاگ. لاگ چیه؟ اما اپک انیسنی خواه اپ برای دست مشتری یا محیطک پرودکشنک استفاده هم. هم در خواستنیم بینین یهو چه مشکل هست. مثلا فکر کاربری توشتن لیخسته اپ ما کار نکرد یا به هر حالتی در خواستنیم بینین چه کاربران ها خواهدنه تو رصد کنید بزانید چه چره خواه و یا مشتری توشتن لیخسته اما دیتایی در خواستنیم بزانید بر اساس بی توشتن لیخسته خطا پیشاتی دیگه خواه. پس هم گره چه هنی بفکنی لاک توش تک بفکن چه کاربراتیه چه لیخستیه کدا چی ارتس مال پر من حالا اپلیکیشن من مال پر من تا بزنی داستان چیه. حالا اپک قچق خانی خواه و مثلا فکر اپک خیلی قچق آزن بزنی داستان اچه قرارم هم ارت اپ ساده من خواه اپ ساده من تجرور ارته اپ ساده من توش تنه خواه در واقع توش داشته ارته بیا تنه خواه الان ما خوزنی لاگ اضافه کنی ساک لاگ اضافه کنی گلک در واقع پکیج هنه خواه هم پکیج هنه اشاره کنی هم پکیج هنه استفاده کنی اشاره کنی پکیج خود در واقع خود داده استفاده کنی ما اپ ما اجرا توش اطلاعات هم نشان ندم با بفکنه ببینید داستان چیه. حتی از یه تیم مرته چه ساماته شد اما سواگی جت جدا گپ دادیم ورته بیانده ریسش تماشین توش تن اما از این لاگ بینن اینجا لاگ بینن مثلا اوضاع چره اون کتابخانه مختلف خانه یکم کتابخانه من که پر استفاده پکیج استفاده از سری لاگ هنه ببینید سری لاگ چیه تو بود این پکیج خود اضافه کنه تو کنسول این پکیج اضافه کنه اوی اندازه این علی اخلم سری لاگ سری لاگ گره توشتان آخه هم اوی اندازه چه خوزنه و یالام نتی خب وقت سری لاگ خود سری لاگ الان نسته کنه خب از یه کار طبیعت دیگه لازم خواهتنه حالا کمان ایت خب سری خود سری لاگ نسته کنه درسته سری لاگ نسته کنه بینیم داستان چی سری لاگ یه سری پکیج خواهد پکیجی پکیج سال الان چون وب دانستنی ASP.NET دیگه نصب کنیم خب پکیج ASP.NET نصب کنیم بذار بخونم Serialog.asp.net بیا اگر نصب کنیم بیا کار ختم اول بیا نصب کنیم بعد در مورد پکیج گپ کنیم غیر بیان سریلاگ گلک پکیج خواهد یه سری پکیج تو سریلاگ نقطه سینک لیخانه ایجا از تو دیتایی که خوزی بدیمه من کدا برژینم سینک تو کنسول دانشاندم دین ما محیط ورکرنه من دین کنسول هم ورته فایل ستا برژینم تو فایل تکست هم نشان داره ورته دیتابیس اسکیل سرور برژینم ورته الاستیک برژین گره توشته مختلف خواهد اما بیان در حاضنه در واقع من پس سیلاگ نصب کنه ASP.NET نصب کنه گوتم هم ورته سینکی بینه چه خواهد خب نگاه تا که گره توش مشت اما هم سیلاگ در واقع کنسول فایل دی نصب کنه به پیشن ببینیم داستان چه قرار سیلاگ نصب غیر سیلاگ نصب بود هم اونا هم کانفیگ کنی کانفیگ هم بیده پترنه بیده چیه وقت سیلاگ نصب کنی یا خواه اونا که ناستک دیگه پکیج من نصب کرو اونا نصب کنی
وی تنظیمات سیلاگی خه ارته پروگرام فایل انیست اصلا بیان از اصلا اجرا کن توش تنظیمات پیشورزی اجرا کن سو تنظیمات انجام بدین هم از شکل ارته اپ ستینگی تنظیمات انجام بدین هم در شکل از هم مزوره هم شکل در واقع ارته خود ارته ستینگی ویندوز اضافه کن و بعد من کانفیگ اضافه نمود من توشی نگوتین از کانفیگ اضافه کن خب همین ارته اپلیکیشن من دایرکت مثلا گوتنیم الا ای پی آی نیست ای پی خیلی ساده آزین اول لاگ اضافه کن تا با دیفالت چون دیفالت خود چیه لاگ خه یعنی اما اول خازن کانفیگ سمت کنترل خرج انجام بدین ارته کانسترینتوری وی حتما هاکوگه مثل آی لاگر نوی کنترل خه هاکوگه در واقع اینجکت کنیم و انجام دادن ولی در مورد بیا فرق گپ تکن خب اما بیاندا انیس تگرت لاگ من چند توش دخانی لاگ سطح مختلفه ها اشکن لاگ یه سری اینفورمیشن هست اطلاعات دارن جا مثلا کیاتیه یه موقع خطای رخ ده اتفاق کتیه سطح مختلف لول مختلف لاگ گره انجام نیست دارن اپی خا نویسینی تخوازی تست کنی اپی خا محیط دیولپمنت تخوازی تست کنی و لاگ لول دیباگ استفاده کنی پس لاگانا لول مختلف هم متناسب نیازی خیلی لاگ انجام هم حالا اینفورمیشن استفاده کنی خواهی بین اینفورمیشن چه خبر الورته لاگ تشتای تکس بدم من لیخم استارت خب بیان لعنیسم اگر خوزم تاریخ بدم حاکو انیس خب انیسم دیت تازم دیتی بدم داد نه خب من ببین به چه خبرم خب من لاگ اضافه کنم به کنسول اضافه بودم اینجکت کردم ببینم بشم بعد اندازه ارته خود در واقع کنترل بیای هاتنی نویسی اول پکیج اضافه کنی پکیج سیلاگ اضافه کنی اسپی دات نت در واقع اینستال کنی بعد چون ارته کانفیگ نیستنی فعلا کانفیگ دیفالت انجام دادم در مورد کانفیگ بعدش بیام گپ تکنی تا اندازه توش انجام نده هم در خوزنی لاگوتون من نشان داده یا نه حاضر توش تک نشان بدم بعد در بیام گپ تکه با استارت من دی هات لاگ ما اول نشان اما با مسئله خیلی هم لاگ ما تا کدو نشان داد کنسولی که ران کنه ما ازش نگم در مورد قبل کنسولی چک کنم که بعد واطلات دیتی پر اصلا نگم در قبل انجام پس بیا گرد داریم انجام بدیم یا فایل انجام بدیم اسپیسیفر انجام بدیم در انجام بعد در مورد بیان